السلام علیکم بینندگان عزیز. برنامه نوبتی شکرستان جان را آغاز میکنیم. این برنامه چون همیشگی به 700 سالگی شاعری توانای تاجیک، شاعری که واقعا در تاریخ ادبیات کهن بنیاد تاجیک مقام و منزلت خاص دارد بخشیده می شود. امسال ما 700 سالگی کمال خوجندی را جشن میگیریم و این برنامه در روزهای به نوار گرفته می شود و تهیه می شود که در شهر خوجند، در مرکزی ولایت سوق، در ولایت عزیز ما، در کشوری عزیز ما مردم به این جشن بزرگ آمادگی می گیرند. و دوستان عزیز، چون همیشگی در برنامه ما مهمانی عزیزی هستند و مهمانی گرامی قدر ما شاعر و ادبیات شناسی معروف فرهنگنگار عبدالجبار سروش هستند که من اون کس را به برنامه امروز خیر مقدم میگم. خوش آمدید دوستان عزیز. قبل از اون که من بیوسته با مهمان ارجمند صحبت کنم، میخواهم یک نویدهای تازه را به عنوان شما رسانم. این هم باشد چاپ 3 کتاب که در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف به تصویب رسید و اون با اهتمام و دستگیری به واسطه رئیس محترم ولایت سوخت رجبای احمدزاده صورت پذیرفت و یکی از این کتاب ها یادکردی کمال خوجندی است که این کتاب بیش از 600 صفحه بوده. در کتاب مقاله های عالمان، هم مقاله های عالمان فقید از جمله استاد صدرالدین عینی، استاد سعدالله اسداللهیف، استاد عبدالمنان نستین و اونهایی که زمان به شناخت کمال خوجندی ابتدا گذاشتند جای شده است. همچنین مقاله عالمان و محققان معاصر تاجیک جای گرفته است. کتاب در نشریات ناشر در حجم 300 نسخه چاپ شد و کتاب دیگری که در دست من هست کمال خوجندی و رسی. این کتاب درباره کمال خوجندی از نظر عالمانی روسیه هست و همچنین در کتاب مذکور یک چند غزل‌های کمال خوجندی که ترجمه شدند به زبان روسی برای خواننده پیشنهاد می شود. و نهایت کتاب آخرین تحفه جان است که در این کتاب 40 غزل شیخ کمال خوجندی از جانب محققان و ادبیات شناسان تحلیل شده است و من اینجا درباره این کتاب ها بیشتر صحبت نمی کنم. باور دارم که آنهایی که این کتاب را در میابند میخوانند برای خودشان البته برداشت نیک خواهند کرد. و من ریاست دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف عالمان این درگاه را مبارکباد میکنم که برای جشن 700 سالگی کمال خوجندی این تحفه های ارزنده را پیشنهاد کردند. خوب دوستان عزیز، میگذاریم به صحبت. امروز در مهمانی برنامه شکرستان جان شخصی هستند که در دوام فعالیت علمی خود، در دوام فعالیت ادبی و ایجادی خودشان بیشتر توجه داشتند به روزگار، زندگی و آثار شیخ کمال خوجندی و من اندیشه میکنم که عبدالجبار سروش نفری هستند که امروز جشن 700 سالگی شیخ کمال خوجندی را بیشتر از دیگران جشن خواهند گرفت. برای اون کس یک این ایدی بزرگ است، برای اون که قریب 20 سالی حیات خودشان، 20 سال فعالیت خودشان در تصنیف فرهنگ اشعار کمال بخشیدن که این کتاب امروز یکی از سرچشمه های مهم در شناخت هم شخصیت، هم روزگار و هم شعر کمال خوجندی می باشد. خب استاد عبدالجبار سروش، من یک بار دیگر شما را خیر مقدم میگم، ولی به هر حال میخواستم قبل از آن که ما درباره فرهنگ اشعار کمال خوجندی صحبت کنیم، نظر شما را در مورد شناخت و تحقیق آثار کمال خوجندی هم در دوران شوروی و هم در دوران استقلالیت از جانب محققان و عالمان پرسیده باشم. افتتاح سخنان وحکی کنند اهل کمال و ثنای ملک الملک خدای متعال. سلام عرض میکنم به بیننده های عزیز تلویزیون سوخت و بعداً در پاسخ با سوالی که شما مطرح کردید چند نکته را میخوام اشاره کرده باشم که توجه به روزگار و آثار
کمال خوجندی از جانب هموطنانش خیلی در وقت صورت گرفته بود. من در نظر دارم در زمانی به اصطلاح شوروی که به کمال شناسی تاجیک بنیان گذاشتن استاد صدرالدین عینی که به توجه بر روزگار و آثار کمال خوجندی در همان کتاب معروف خودشان نمونه ادبیات تاجیک و بعداً مقاله هم پیرامون روزگار و آثار کمال خوجندی داشتن، یعنی زمینه کمال شناسی را باز گذاشتند. ولی از عالمای نسبتا نامور ما، آن کسایی که بیشتر کاوش ها داشتن در زمینه معین کردن زمان زندگی، روزگار کمال خوجندی، سفرهای کمال خوجندی و ارزشی ایجاد کمال خوجندی، استادای ارجمند شریفجان حسین زاده و استاد سعدالله اسداللهیف که سعدالله اسداللهیف نسبتاً عمیق فرو رفتن به این مسئله و یکی از تحقیقات های بسیار ارزشمندی که در زمینه معین کردن زندگی نامه یک کمال خوجندی در همان زمان صورت گرفت، این رساله استاد اسدالله با نام کمال خوجندی بود که استاد در نتیجه پژوهش ها، در نتیجه جمع آوری مباحث‌ها از تذکره و از اون آثاری که از زمان قدیم به ما باز مانده، یک رساله بسیار کامل هم نوشتند. و در همین زمان باز یک محقق دیگری هم داریم که به روزگار و آثار کمال خوجندی بسیار توجه داشتند و چندین مقالات و یک رساله کوچکی هم در این زمینه دارند. استاد اللهخانی افزه‌زاد میباشند که مقاله بسیار پرمحتوایی دارند راجع به روزگار و اشعار کمال خوجندی. اگر این تحقیقات را ما بگیریم، اگر که جنبه اینها را به جنبه اینها بنگریم، جنبه اول اساساً توجه کردن به روزگار و زمان زندگی کمال خوجندی و در زمینه همین باز هم توجه کردن به هنر شاعری و اندیشه‌های کمال خوجندی در زمینه اندیشه‌های دنیوی کمال خوجندی. اما یک رساله کاملی که در آن کمال خوجندی همچون شیخ، همچون عارف معرفی گردید، من اندیشه میکنم که رساله ارزشمند، رساله استاد ارجمند ما استاد عبدالمنان نصرالدین، رساله سحر مبین می باشد که در معرفی جهان باطنی شیخ کمال خوجندی یک روزنه، یک دریچه برای محققان منبع باز کرد. ارزشی رساله سحر مبین از نامش هم که پدید است. در اشعار کمال خوجندی که به خود و اشعار خودش بها داده است، اشعار خودش را تشبیه میکند به سحر مبین. سحر دو گونه می شود اگر به اصطلاح بگیم، یکی سحر سیاه که مربوط به جادوگران و جادوگران است و دوم سحر مبین، سحر است که از جانب یک گونه سحری سفید، یک گونه سحری که به اعجاز و معجزه نزدیک است. این از جانب اندیشه میکنم انسان‌های به خدا نزدیک، انسان‌های عارف، انسان‌هایی که به عرفان و تصوف مرتبط هستند صورت میگیرد و همین ایجاد کمال خوجندی هم میتوان گفت که یک گونه سحر مبین است. و خودشان هم اشاره کرده میگن که در سخن لطف الهی به تو یار است کمال، ورنه 100 سال به فکر این سخنان نتوان ساخت. این سحر مبین ارتباط دارد به همون الهامی که از خداوند به شاعر نازل میشود و بعدن که در زمینه همین یک ایجاد میکند، یک سحری از خودش به نمایش میگذارد که سحر کمال خوجندی این سخنی عارفانه را در قالب شعر گفتند و استاد عبدالمنان نصرالدین توانستند که کمال خوجندی را، سیمای کمال خوجندی را همچنین شیخ نامور در همین اثرشان یک با ثابتی‌اند، یعنی معرفی کنند. در زمینه روزگار و آثار کمال خوجندی تحقیقات دارند بدرالدین مقصودوف که اون هم در زمینه اون تحقیقاتی که قبلا استاد اسدالله انجام داده بودند، این یک اندازه تکمیل هست، یک تکمیلی هست که بعضی معلومات ها دریافتند و افزودند. لیکن اگر بگیریم
پایدیوار این تحقیق باز همون میماند تحقیقاتی استاد سعدالله اسداللهی که روان اون استادهای بزرگ ما استاد عبدالمنان نصیرالدین استاد سعدالله شاد بود که یک پایدیوار محکمی برای شناخت کمال خوجندی گذاشتند. استاد سعدالله اسدالله با شریف شاه حسین زاده نخست یک متن انتقادی دیوان کمال خوجندی مرتب کرده با خط فارسی که چون در همان زمان رایج بود که با خط فارسی کمال خوجندی معرفی شود و کل فارسی زبانان. این کار در مسکب هم انجام یافت که شیدفر این را انجام داد، اما در وطن خود کمال خوجندی همت برگماشتن استاد سعدالله اسدالله و شریف جان حسین زاده و یک متن انتقادی بسیار خوبم که تهیه کردند که همین متنها زمینه شد برای من بعد انتشار دادن دیوان کمال خوجندی، دیوان نسبتا صحیح و آنها تکیه کردن بر نسخه های دستخط بسیار قدیمه و چندین نسخه های دیگری که به عصر کمال خوجندی بسیار نزدیک بودند و یک متن را اساسی متن مادری قرار دادن و متن‌های دیگر را در حاشیه اشاره کردن که این برای محققان بسیار یک مأخذ، یک منبع ارزشمندی بود و هر مقالات و رسالاتی که بعداً صورت گرفتن بر تکیه به همین متن انتقادی صورت گرفتن. یعنی در زمینه متن شناسی هم خدمت‌های سعدالله اسدالله بسیار قابل تحسین است. ارزش خود را هنوز که گم نکردن، در زمان ما نیست. بله، امروز وقتی که تحقیقات و پژوهش‌ها در مورد روزگار، زندگی، نام، نسب، لقب، کنیه این بحث ها می رود، بعدی گفتگوهای زیاد، بعدی تلاش‌های زیاد، بازم اکثری محققان ما به خلاصه آمدن که در مورد اسمشون، نامشون، تخلصشون حرفی ضروری و حرفی تامت استاد اسدالله گذاشته بودن. این یک طرف مسئله. و طرف دیگری مسئله این است که در مورد کمال شناسی البته در جشن 675 سالگی یک ابتکاراتی تازه شد، بسیار چیزهای تازه روی کار آمدن و گذشته از تحقیقات روزگار و حیات عالمان ما از جمله خیلی که گفتید اینجا استاد عبدالمنان نصیرالدین، قسما استاد علاخان افزلزاده به واسطه روی آوردن به اشعار خودی حافظ، به اشعار خودی کمال خوجندی و کوشش کردن که همین خمیرمایی اشعارش، هدفهاش، رمزهاش، رازهاش برای خواننده ها کشایند و همین سحری میبینم نتیجه این کاوش است. و در همین مورد، در همین دایره یک اندیشی نو، فکری نو، البته این اندیشی نو و فکری نو در دایره سخنشناسی تاجیک، زیرا این تجربه مثلا در دایره ادبی فارسی بود، انشا کردن فرهنگ اشعار کمال، همین ایده روی کار اومد. من میخواستم که درباره همین تاریخی و پیوستن همین کار که ها در سرچشمه قرار داشتن و برای چی مثلا نوشتن فرهنگ اشعار کمال خوجندی قره فال به قول به شما افتاد چگونه بود؟ من میخواستم همین چیزه از شما به هر حال از زبان خودتان پرسان شما. من محصل دانشکده آموزگاری شهر خوجند هستم، در فکولته فیلولوژی که تحصیل میکردیم و من همیشه استادی که راهنمان بودند هم به جاده شعر و هم به جاده ادبیات، استاد عبدالمنان نصیرالدین که در تکامل اندیشه های ما سهم بسیار ارزشمند گذاشتند، بیشتر در شمار اون استادهای دیگر ارجمندی ما که از اونها هم تعلیم گرفتیم. پس از ختم دانشگاه، چون ما با تخصص آموزگاری دانشکده رو ختم کردیم، هر کس باید که میرفت به یگان مکتب درس میداد، اما استاد عبدالمنان نصیرالدین گفتن که تو در شهر باید که به کار مشغول شوی و توصیه دادن به من که در بنیاد زبان همچون خادم علمی به کار شروع کنیم. وقتی که ما در بنیاد زبان به کار شروع میکردیم، این بنیاد بسیار شهرتمند در زمانش را استاد لایق شیرالی یکی از شاعرای بسیار ارجمندی ما رهبری میکردن و در ولایت استاد احمد جان رحمتزاد و در یکی از جلسه های
بنیاد زبان اونجا شرکت داشتن استادان نیما استاد عبدالمنان نصرالدین و استاد لایق شیرعلی و شنونده‌های بسیاری از فاکولته فیلولوژی. استاد لایق پیشنهاد کردند که باید که به نوشتن فرهنگ بیشتر بنیاد زبان توجه داشتند. وقتی که استاد لایق همین اندیشه را پیشنهاد کردند، استاد عبدالمنان نصرالدین توصیه دادند که عبدالجبار که اینجا کار میکند، شاعر هست، وقتی که به فرهنگ نگاری مشغول میشه بعد هم به شعرش کمک میکند که کلمه های زیاد که فرا میگیرد و عمق معنی های آنها میرود و هم یک کار شایسته در زمینه فرهنگ نگاری توجیه میکند. من براستی که در همان حالت من یک قدر مطمئن به خودم هم نبودم، اما استاد عبدالمنان نصرالدین باور بخشیدند، گفتند که عبدالجبار تو می توانی که این کار انجام داده باشی، ما که به تو باور داریم. و بعدا یکی از سبب‌های آغاز و انجام همین فرهنگ هم همین باور استادا بود. اگر استادان که باور نمی‌کردند این کار اندیشه میکنم که در آن زمان بسیار آشفته نمیتوانست که سامان پذیرفته باشد. یعنی با هدایت استادها و با دعای استاد لایق شیرعلی و عبدالمنان نصرالدین به این کار شروع کردیم. 92 آغاز شد. خب من میخواستم همینجا برای بینندگان یک نکته ذکر کنم که ما البته دیوان داریم و اینجا جای ذکر است که در مورد تهیه 2 دیوانی خواجه کمال خوجندی، یکی سال 2011 دیگری سال 2015 زحمت شما مهنت شما رو مثلا علاقه خوانندگان میدانند، ولی من اینجا مخصوص میخوام تذکر دهم که در ردیف دیوان و دیگر اثرهای علمی که درباره خواجه کمال خوجندی است، فرهنگ اشعار کمال خوجندی یک موقع و مقام خاصه در مورد معرفت شعر کمال خوجندی دارد. و امروز بسیار از من بسیار با محققان صحبت میکنم، ادبیات شناسا، زبان شناسا، مورخا، اکثر آنها بر آن عقیده هستند که اگر ما خواهیم که حتی زندگی نامه، روزگار، جزئیات زندگی کمال خوجندی برای فهمیدن، ما بهتر است که به اشعارش روی آوریم. وقتی که ما به اشعارش روی میاریم، البته خواننده عادی وقتی که به اشعار روی برو میبیاید، البته او به دشواری ها، به مشکلات دچار میشود در مورد فهم و درک مسئله ها و همین فرهنگ اشعار کمال خوجندی همین وظیفه اجرا کرد. اگر من میخواستم به یک سوال عادی ما همین فرهنگ اشعار کمال خوجندی، خب چه کتابی است از دخنه نظری مؤلف آن عبدالجبار سروشی؟ فرهنگ اشعار کمال خوجندی کتاب است که برای فهمیشی درستی اندیشه های نه تنها کمال خوجندی بلکه کلی شاعران ما از استاد رودکی تا به استاد صدرالدین عینی کمک کرده باشد. چرا که این فرهنگ شعری هست. من چرا گفتم که کمک میتواند که همچون دستور کمک کرده باشد؟ به آن خاطر که زبان ما همان زبان استاد رودکی، همان کلماتی که استاد رودکی استفاده رو، کلماتی که حافظ، سعدی، بیدیل تا استاد صدرالدین عینی و بعدا هم اون کلماتی که استفاده می بردند ادیبان ما، اینها همش ذخیره زبان فارسی تاجیکی هست و به اصطلاح میتوان که این مصالح برای ایجاد و همین شاعرها برای بنیاد برای تعمیر و اعمار کاخ سخن خود در شکل غزل یا عموما آثار ادبی از کلمات استفاده میبرند. وقتی که از کلمات کلمات همگانی برای همین شاعرها هست، پس میتوان گفت که فرهنگ اشعار کمال خوجندی هم چون فرهنگ شعری میتواند که به محققان و خوانندگان و مردم ها امروز و بعدا هم که خدمت کرده باشد. معمولا در فرهنگ ها معنای اصلی کلمه شرح داده می شود، اما در فرهنگ اشعار کمال خوجندی در ضمن تشریح معنای اصلی کلمه ها و باز معنای مجازی کلمه ها، معنای نسبتا کوچیده کلمه ها که به ایهام استفاده شدند و معنای به واسطه شاعرانه کلمه ها، همچون اصطلاحی که شاعر از آنها کلمه سازی کرده است، از آنها تعبیرها ساخته است. یعنی در فرهنگ همین گونه کلمه های عبارات همین معنی های
پوچیده کلمه و عباره ها بر ضم معنی اصلی آنها تشریح داده شده است. ارزش فرهنگ هم در همین هست که مثلا کمال خجندی یک کلمه رو به معنی اصلیش استفاده برده است. به معنی اصلیش ما کلمه رو شرح دادیم، به معنی عرفانیش استفاده برده است، به معنی عرفانی هم شرح دادیم، به معنای دیگری استعاره و کنایه و مجاز و ایهام استفاده برده است، به آن معنا هم ما شرح دادیم. این جانبی یک جانبی مثلا. جانبی دیگرش این که همین کلمات را خواجه کمال خجندی در عباره سازی استفاده برده است، در کلمه سازی استفاده برده است. همین گونه کلمه و عباره های هم در فرهنگ کمال خجندی شرح داده شده است. همیشه معنای دیگری کلمه در عباره و در جمله ظاهر می شود. در فرهنگ اشعار کمال خجندی عباره های زیاده هستند، بر ضمن معنی علاوه بر معنی اصلی معنی های زیاد کلمه ها نیز شرح و توضیح شدند. در فرهنگ از 16,000 بیشتر و به نزدیک به 17,000 شرح موجود است که اگر سری همین نکته اندیشه کنیم که یک شاعری که برخواسته از خاک خجند است، در دیوان خودش به نزدیک به 17,000 معنی و مضمون توانسته که در قالب کلمه عباره گنجانده باشد و از این هم که بیشتر هست، چون که در فرهنگ تنها یک شاهد ما آوریم کلمه‌ای هستند که بسامدی استفادهشان بیشتر است، یعنی بیشتر هم استفاده شده است. اما خودی همین نشان می‌دهد که زبان فارسی تاجیکی تا چه اندازه غناوت دارد، تا چه اندازه دامنش فراخ است و تا چه اندازه شاعرای ما زبان فرا گرفته بودند. خواجه کمال خجندی یکی از داننده‌های بسیار متفکر زبان هستند، داننده‌های بسیار زبردستی زبان تاجیکی هستند که می‌توانند کلمات را هم به معنای اصل هم به معنای مجاز و در عین زمان میتونن که در یک بیت چنان کلمات را استفاده برن که به همون بیت به دو معنی فهمیده شود. یعنی این صنعت بسیار بلند در کار است که یک لطفی الهی یار همون شاعر شدنش در کار است که اینقدر سحر مبین ایجاد کنید، اینقدر آثار ماندگاری که برای زبان ما میتواند که امروز هم خدمت کرده باشد و بعدا هم. بله، یعنی خواننده امروز اگر در کنار کتاب دیوان کمال خجندی اگر فرهنگ اشعار کمال خجندی را داشته باشد، او بیشتر به مطلب ها، به مفهوم ها، به رمز های خواجه کمال خجندی آشنا می شود و یعنی برای خواننده امروز فرهنگ یک مشکل کشا هم هست. بله خب من البته در مورد فرهنگ اشعار کمال خجندی میتوان ساعت ها صحبت کرد، ولی من میخوام بعضی مطلب های اشما پرسم. برای چی در تاریخ ادبیات ما مثلا در مورد حافظ شاعری که همزمان کمال خجندی بود هنوز از دوره های ادبیات عصری میانگی ما هم شرح ها هم فرهنگ ها نوشته میشدن، ولی متاسفانه در مورد کمال خجندی ما شرح های قدیمه یا فرهنگ های پیشینه مشاهده نمی کنیم. فکر شما در این مورد؟ سوال شما بسیار جالب است سید عمران، که در همین سوالی که دادید پاسخ هم که هست. من در مورد فرهنگ اشعار کمال خجندی اشاره کردم که فرهنگ کمال خجندی نام نسبی هست که فرهنگ اشعار کمال خجندی و مثال ها هرچند از کمال خجندی هم باشد و توسط فرهنگ کمال خجندی بتوانید اشعار سعدی هم معرفت کرده باشید، اشعار حافظ هم در عین زمان معرفت کرده باشید. اکنون بیاندیشیم اگر اون شرحی که به حافظ نوشتند توسط همون شرح‌های به حافظ نوشته می شود که اشعار کمال خجندی هم معرفت کرد. یعنی گذشته ما در یک زمین اگر یک کار انجام که میداد نمونه بود که مثلا این شرحی غزلیات حافظ شیرازی هست. از روی همین دستور شما میتوانید که غزلی کمال خجندی، هاجوی کرمانی، عماد فقیه یا شاعری دیگر میتوانید که معرفت کرده باشید، چون در شرح‌ها بیشتر در شرح و در لغات یک اندازه معنی کشایی، مطرح کردن معنی، یعنی اندریافتی معناهای
عرفانی معناهای شاعرانه کلمه و شرح همین کلمه می شود که بعداً شرح، یعنی در زمینه شرح‌های حافظ می شود که غزل کمال خوجندی هم در همه قالب ما شرح داده باشیم. یعنی این یک قالب است که یک نمونه است، یک دستور است که از روی همین دستور مثلا آنها گرفتن که بگذار حافظ باشد، به حافظ شعر نوشتن و شعر توسط همون شعر می شود که شعرهای دیگر هم که معرفت کرده باشیم. خب تشکر. و یک سوال دیگری من، چون شما در برابر اون که قبل از همه شما شاعر هستید، در مورد خصوصیت، در مورد خب موضوع مندرجه نمیگم، موضوع مندرجه البته مانندی است، در مورد خصوصیت و جنبه هنری من اکنون امتیاز نمیگم، من از امتیاز گفتن میترسم که جایی هست که امتیاز حافظ بر کمال احساس میکنیم، جایی هست که امتیاز کمال بر حافظ احساس میکنیم. من میخواستم چه فرقیتی هست در همین شعریت کمال از حافظ؟ ایجاد کردن ارزشی عمومی بشری دارد، ارزشی همیشگی دارد. هر دو هم شاعری هستند که با الهام الهی شعر گفتند، هر دو هم شاعری هستند که شعر آنها بسیار طبیعی، شعری ساخته نیست. ادبیات کلاسیکی ما که در زمینه آموزش‌های چندین ساله به همین خلاصه آمدم که ادبیات کلاسیکی ما 90% تکرار هست، 10% ایجاد، 90% شعر ساخته هست و 10% شعر واقعا الهام شده. و به همین شمار شاعرایی که شعرش الهام شده هست، هم خواجه کمال هستند و هم خواجه شیراز هستند که این دو نفر دو ستاره هستند که برابر وزن هستند و نمیتوان که یکی را بر دیگر امتیاز داشت، چون نام هر دو ماندگار در تاریخ ادبیات ما هست. اصلا که بزرگای با یکدیگر که قیاس نمی کنند، دو ستاره درخشانی هستند که برای ادب ما و برای زبان ما خدمت‌های شایسته کردند. خب به هر حال خب میگذاریم از فرقیت و از مقایسه و دیگر چیز. شما که به غوری معنی های کمال خوجندی فرو رفتید، همچون شاعر کمال خوجندی چه خصوصیتی دارد که شاعران دیگر ندارند؟ سوال بسیار زیبا مطرح کردید. خواجه کمال خوجندی قبلا هم در همین صحبت اشاره کردم، یکی از داننده های بسیار خوب زبان بودند. کاری که خواجه کمال خوجندی کردن استفاده از زبان هست، کلمات را آنچنان به موقع و در جای خودش در شعر استفاده بردن که همین شد شعر خواجه کمال همین شد سحر خواجه کمال خوجندی. یعنی هنری درست و با مورد استفاده بردن کلمات، این هنری شاعر است. ابوعلی ابن سینا میگوید که اندیشه اگر در قالب جمله گنجیده باشد این علم است. یعنی اگر از نقطه نظر ابوعلی ابن سینا نگاه کنیم، هر یک شعر خواجه کمال خوجندی یک کار علمی هست، یک کار علمی که در زمینه زبان انجام دادند. در شعر کمال خوجندی یگان کلمه مجبوراً در جمله در مصرع یا در بیت مخکوب نشده است. در شعر کمال خوجندی هر یک کلمه در جای خودش آنچنان موافق و مطابق افتاده که کلمه در درون بیت راحت میکنند. یعنی مثال کل ایجاد خواجه کمال خوجندی همین است: جهان پر زی مقصود است و راه روشن و پیدا. مثلا بگن در همین بیت جهان پر زی مقصود است و راه روشن و پیدا. اگر به همین مصرع گریباب که پای مردن در لبی دریا، یعنی جهان پر زی مقصود است، این یک جزء است. راه روشن و پیدا، کلماتی که در این شعر هست یگانش نمیشد که جاش تغییر داد یا کلمه دیگر به جای آن ماند. کلی کلمات خواجه کمال میتونه بسیار مرتب در شعرشان استفاده بردن. یگان کلمه ای که مثلا در آنجا اجبارا انجا کرده باشند، همین که در شعر خواجه کمال خوجندی دیده نمیشه، در کل اشعارشان همیخی. و بعدا کلمه در ترکیب جمله استفاده بردن همین صنعت است که مثلا اگر یک کلمه ندانیم که به همین کلمه کدام فعلی درست باید که استفاده برد، یا به همین کلمه کدام صفت درست باید استفاده برد، همین هنر را در شعر خواجه کمال خوجندی هست. یعنی
اون کلمه که میبیارن اگر اون کلمه صفت داشته باشد صفت بسیار زیبای همان کلمه مییابند که استفاده برده باشه و فعلی که به همان کلمه واقعا موافق با اساس زبان تاجیکی این درست اساس بنیاد زبان فارسی این فعل است. اگر فعل درست استفاده برده تواند شعر و بسیار شعر محکم است. اگر که نتوانست اون شعر ضعف بسیار دارد، چرا که در میان فعل و مبتدا به اصطلاح میتوان که کلمه های دیگر هم که استفاده بر کلمه های عربی، کلمه های هر گونه کلمه، اما فعل و مبتدایی که ما داریم این صفر تاجیکی هست و خواجه کمال در بین فعل و در بین به اصطلاح زبانی اگر گیم در بین مبتدا و خبر کلمات آنچنان زیبا گنجانده توانستند که این کسی که شاعر باشد اگر درک میکند، مثلا اون کسی که به شعر سر و کار داشته باشد و همین هنر امروز در ادبیات معاصر من مشاهده میکنم در اجازه استاد فرزانه که از زبان بسیار استادانه به کار میگیرن کلمات را. بهترین شاعر، بهترین سخنور آنی هست که داننده زبان باشد و از امکانیت‌های زبانی استفاده برده تواند. مثلا برای آن که با بیننده های ما و بیننده های مفهوم باشد این صحبتی ما هم باید معروف خواجه کمال خوجندی میبریم. اما غزلی معروفی که به اصطلاح همچون غزلی غریبی یاد میشود و در کلی کتاب های درسی هم هست که خواجه کمال میگن که دل مقیم کوی جانان است و تن اینجا غریب چون کند بیچاره مسکین تنها غریب. خب با مصری اول توجه میکنیم. دل میگن خواجه کمال خوجندی مقیم کوی جانان است، زیبایی و ربیون همه کلمات که در جای خود است، تو تن اینجا غریب. یعنی شاعر کلمات آنچنان شاعرانه با استعداد بلند با یک خلاقیت استفاده میبرند که کس در حیرت میماند. مثلا سری هم بیتی اول بحث های هم که هست، عالمان میگن که بعضی میگن که من اینجا غریب، بعضی میگن که تن اینجا غریب، اما در نسخه های قدیم معتبر که تن هست و خواجه کمال خوجندی واقعا درست هم استفاده بردن. چرا؟ به کدام دلیل؟ به آن دلیل که میگن که دل مقیم کوی جانان هست، یعنی دل جایگاه دل مقیم کوی جانان است، یعنی جایگاه دل همان کوی جانان است، یعنی همان معبودش. تن اینجا غریب. اگر ما به جای کلمه تن کلمه من را گذاریم منطقا نادرست میشد، برای اینکه دل مقیمی پس او هم باید اونجا باشه. بله، من هم باید که همراه دل باشه. بله از مطلب هم بله مطلب همین است که اما تن در اینجاست. اون دلی که خواجه داخلی تن است، دل رفت از تن. بله، دلی که شاعرها استفاده میبرند مفهوم دل اصلا که مجازی است. اون احساس و صفا و همه چیز همراه اون احساس و صفا که من هست، من همراه دل هست. اما تن کی نیست؟ تن که همراه آن دل مجازی نیست. هستن استاد مفهومی چیه؟ گوییم یک عاشق بودن هم وقتی که دل مقیم کوی جانان، این مطلب اصلا در مجموع مطلبی شاعر عاشق بودن است. اگر به یک معنی گیریم سید عمرانی نکته جالب دیگر آن است، اگر دل مقیم کوی جانان است و من اینجا غریب میگفتن خواجه کمال، سخن به سخن کوچه بازار برابر میشد. هر کس گفتن میتونست من اینجا غریب، اما در صورتی تن اینجا غریب این یک ایهام بسیار زیبا است، شعریت پیدا میشود. بله. و گذشته از این در مورد بحث همین خودی دل مقیم کوی جانان، خب بعضیا میگن که غریبی و چی و در کجا ایجاد شده است و در تبریز یا سرای. خب اینجا باز بحث‌های دیگر هست. بحث‌های دیگر هم که هست که چون خواجه کمال اگر از نقطه نظر زمان خود خواجه کمال نگریم، یعنی زمان خواجه کمال پیش نظر بیاریم، اگر از خود نیشاپور و تبریز تا به خوجند و تا به سرحد چین، گویا که این یک دولتی کامل بود. خواجه کمال خوجندی بیرون از این قلمرو که نبرآمده بودند که گفته باشند که یعنی من غریب. این غریبی مربوط هست اساسا من اندیشه میکنم و همان چند سالگی در اسارت بودن در سرای، به همان مربوط است و جنبه‌های عرفانی که هست که این موضوع صحبتی کاملا دیگر است. خب دوستان عزیز، من فکر میکنم که ما با
استاد عبدالجبار سروش ساعتها اگر صحبت کنیم کم است، ولی من امیدوار هستم که از حضور ایشان که در شهر خوجند هستند، اصلا استاد عبدالجبار سروش در دانشگاه دولتی آموزگاری به نام صدرالدین عینی همچون مدیر طب و نشر دانشگاه فعالیت دارند، کار میکنند و بخشیده به جشن ها که به شهر خوجند آمدند. بازم ما از حضورشون استفاده میبریم و اون رسالتی اصلی برنامه ما که شرح و توضیح اشعار کمال خوجندی است به این مسئله البته برمیگردیم و در برنامه دیگر ما به ایشان در شرح چند غزلی خواجه کمال خوجندی البته مشغول خواهیم بود. من از آن که به دعوت ما را قبول کردید در برنامه شکرستان جان شرکت ورزید از شما سپاسگزاری میکنم. من تمنا میکنم و آرزو میکنم که همیشگی قلمتان به قول برا باشد و برکات ایجادتان افزون باشد. گذشته از این خدمتی که شما در نزد شعر کمال خوجندی، در نزد خواجه کمال خوجندی کردید، در نزد ادبیات معاصر کردید، فکر میکنم که آن شایسته تحسین است و در این راه، در راهی واقعا هم پرمشقت ایجاد به شما کامیابی تمنا میکنم. خب دوستان عزیز، برنامه نوبتی شکرستان جان را خاتمه میبخشیم. تا برنامه های دیگر تمنا میکنم، آرزو میکنم که همراه کتاب کمال خوجندی باشید.